سلام به همه دوستان عزیز. من رضا ربی هستم. خوش اومدید به کانال یارا روباتیک اتوماسیون. تو این کانال قراره قدم به قدم از سطح مبتدی شروع کنیم و وارد دنیای جذاب ربات‌های صنعتی و اتوماسیون بشیم. محتوای آموزشی ما فقط محدود به یک پلتفرم نیست. شما میتونید همه ویدیو و آموزش‌ها رو در یوتیوب، اینستاگرام، لینکدین و آپارات دنبال کنید. هدف ما اینه که یادگیری رو از پایه شروع کنیم، به زبان ساده توضیح بدیم و کم کم وارد مباحث پیشرفته بشیم. پس اگه تازه میخواید شروع کنید یا حتی تجربه دارید و دنبال یادگیری بیشتر هستید، جای درستی اومدید. خب برای شروع اولین کاری که ما باید بکنیم، باید نرم افزار ربات استودیو رو نصب کنیم. نرم افزار ربات استودیو نرم افزار شبیه ساز هست که این نرم افزار ما میتونیم از سایت ABB به صورت رایگان دانلود کنیم. فقط کافیه که تو سایت ABB ثبت نام کنیم. بعد از دانلود مراحل نصب خیلی ساده است. فایل ستاپ رو اجرا میکنیم، گزینه‌های پیش‌فرض رو میزنیم و در آخر فینیش. بعد از نصب آیکون ربات استودیو رو دسکتاپ ما ظاهر میشه و ما میتونیم شروع به کار شبیه سازی رو در این نرم افزار انجام بدیم. خب اولین کاری که میکنیم روی آیکون ربات استودیو راست کلیک کنیم، ران از ادمینستراتور رو میزنیم، یس رو میزنیم و منتظر میمونیم که نرم افزار اجرا بشه. وقتی برنامه رو باز میکنیم تو صفحه اصلی گزینه‌های مختلفی میبینیم. ما فعلا میخوایم یک محیط کاری جدید بسازیم. رو نیو استیشن میزنیم تا یک استیشن جدید رو بسازیم. از قسمت هام ABB لایبرری انواع ربات ها رو اینجا مشاهده میکنیم. یک ربات حالا IRB 4600 رو که اینجا اگر قسمت کشویی رو بزنیم انواع ربات IRB 4600 رو میبینیم. حالا ما همین رو انتخاب میکنیم، بعدا توضیح میدیم که هر کدوم از اعداد بیانگر چی هست. خب در جلسه اول ما فقط میخوایم چند تا حرکت دستی با ربات انجام بدیم و در جلسات بعد برنامه نویسی و شبیه سازی های دیگر رو انجام بدیم. از قسمت هام جاک جونت رو میزنیم، یک محور رو انتخاب میکنیم. این صورت حرکت ربات در جلسات بعد حالا همین محورها رو معرفی خواهیم کرد و ویژگی های حالا چند تا ربات رو میگیم تا وارد بحث برنامه رسیم. حرکت قسمت های مختلف. خب ما تو این جلسه یک ربات انتخاب کردیم و حرکت دستی ربات رو انجام دادیم تا در جلسات بعد بحث قدم به قدم برنامه‌نویسی، شبیه سازی، مسیر و کار با ربات واقعی رو هم جلو خواهیم برد. موفق و مؤید باشید. به امید دیداری دوباره.